امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. اومدیم با الک، نویز، سپی، لیسی. آقا برنامه امروز ببینید چیه. از هر نوشیدنی یه دونه داریم. دوغ و هر انی که فکرش کنید. این هم یکی از بزرگترین لیوانا تو آمازون. چند؟ این لیوان $120. شوخی می‌کنی. میشه چقدر تومن؟ چه تولید گرونی. آره تولید گرونی. حالا ما چیکار می‌کنیم؟ دونه دونه وا می‌کنیم، می‌ریزیم این تو میکس همش. هر کی بخواد میتونه. بابا یزید ما هر کدوم از اینا رو جدا بخوری اسهال میگیری. هر کی لفت بده تو کامنت آزاده بهش فوش بده. هر کی که بخوره هر کی لفت بده تو کامنت میتونید بچه بهش فوش بدید. آزاد. هر کی بخوره اسما رو یه بار دیگه میگم دقیق بدونید. سپر لیلسی دو تا هم که میشناسید تمام شد. لطفا سابقت اینا رو بریم با هم ویدیو رو ببینیم. اینو میذارم وسط. ببین از اون سمت اول تو بریم. ما میخوام این وسط یه چیز دیگه. آره هر کی به انتخاب خودش یه دونه رو این تو اد میکنه. بفرمایید. اول میخوام اینو انتخاب کنم. برو. همه‌شو باید بریزی ها. مایه حیات که مهمترین نوشیدنی این تو هست. 3 2 1 چه غلظتی داره. آجی یه روبیا پلو واقعا نمیارزه. اوکی مرسی. این اولیش. بده من اینو نشون بدم. این اولیش بود. دومی. این تو نوبت تو. من اینو میرم. آب چیه؟ فرش تو او. ای جان چه به پاچ مرسی. داله توالت فرنگی افتاده یکی بیا جام انیگه منو در بیاره رایس برو. ولی این خوشمزه میتونه او دود داره داداشین دود داره خطری آجی واقعا اسالی. مرسی خان بده. رنگ اون سیب موزه غالبه. دو. نه سپی آروم باش. ردبول بزن. آفرین ردبول. ماشاءالله انتخاب یه قولو بزن. نه نمیشه. راه نداره هیچ راهی نداره. یه قولو بزن بخور نه قانونه بریم. نه من یه لیست بزن. بابا قانون داره تو بخور عزیز بریز. صدا گربه اومد. برو. این آخرین طعم خوشمزه همشو مرسی. تمام بسشه. آقا انتقام من دوغه. میپاچیم. خب الان تکون بده بپاش. نه میترسم خونه‌شون بگم. ای جان چه چیز گندیه. میلک بریم. نوشیدنی میلف نداشتیم؟ میلک داشتیم بعضی. ای جان این کوبه جانم که گوش بشه بچسبه بگونه وای دوغ و شیر چه انیه. چرا میلکش این رنگیه؟ میشه موندن از همین الان سم نه عزیزم ایلیا برامت تو. من این چون غلظت خاصی داره این توش انوگو داره اینو عد میکنم. وای اون خیلی خوشمزه حاجی اینو هر حیوانی بخوره سکته میکنه. حیوان واقعا نه انسان. این چی بود؟ وای رفت تو انرژیزا. بچه پالپ داره داداش برای 1 کیلو کف بالشه. چقدر سمه کثافت. وای اصلا حاجی صداش مثل توالته. سیفونو بکشون. عجب چیز گویه داشت سپی نزنم. نه آره بزن مغزش کشید بزن. شیر کاکائو. خودش آردی رای این کدوم ترکیب بود؟ میشه بو کنم؟ وای من اسیدیه حرومزاده نمیذار. وای غلظت رو برم. وای حاجی اینو دستشویی تو بگم سوراخ شه بخوام مرسی دو جیرو حاجی چمنا خوش میشن. گیتریده زیرو. درش خوب باز میشه. اینو مدل شاش. نه این اونجوری باید اول بازش کنی چیز داره. اونو باز کن سیکی. تازه اگه جمع داشتیم نفری یه توفم باید مینداختیم. بابا بلم کن تو رو خدا این مثل اینکه یاد رفته پوریا جان شما هم باید میل کنی. پس کونتون پار است. درست جمع دادن پوریا پوتک. سپی برو یه بو بزن. من که بو نمیفهم. من نمیفهم. حاجی خیلی بوش اصلا بو نمیده. They ask you how you are, you just have to say that you're خیلی چه برسه خوردن. اونو قشنگ گرد بزن گرد بزن. ای وای حاجی کفش فقط فکر کنم بکشن. این در دیوار شدن موز مونده. حاجی چه باحال اینه خون شد.
برو ایلیانا بچه. من میخوام این آیستی با طعم انگور. تشمک. شوخی میکنه دیگه پوتی جون، نگو که این شوخی نیست. همش اون مرد، همش پشمک الان. ای جان خدا کنه اینم رنگش بال بشه، داره رنگش تغییر رنگو میکنه. ببین اینجوری بهت گرد بریز هم بخوره، گرد بخور هم بخوره. گرد بخورم گرد بخور هم بخوره. حاجی چی اوه شد؟ رنگو ببین آفرین تو خوب ریختی ها. پر از موزه کیا سپی؟ اوه نوبت خودت دایت کوک میرم من نمیدونم این واقعیه یا کیکه. واقعیه من. وای سالی برو. منم که دیگه میرم برای مانستر آخ. چه انی شد. آرام تو سفیده برو من مشکی. ولی کلش نباید بریزی. وای این چه رنگشو بد کرد آجی. میرسیم به دوتا نوشابه. دابله؟ آره جان. 1 2 3 آروم بریم. آروم پوتی من دارم آروم میزنم به خود اون ارتفاع رو نه بردم. از توه از تو میشی از توه بذار اینجا آها گازو نگاه اینجا وایسا استوب کن. استوب کن. استوب تو رو حاجی خدا. منفجر الان میشه نه بابا مگه بمب اتمه. به خدا الان داشتیم حاجی مینداختیم یو خدا وایسا سپی خطرناک داره میشه. وایسا وای چی؟ برو وایسا. این واقعا میخوای بخورید اینو؟ تو مگه نمی‌خوری؟ حاجی من نیستم به من فوش بدید فوشو بکشید از همین الان چجوری بخوریم اینو؟ حاجی دیگه نریز خب مجبورت کردم من یارو بذار بسه. من بخورم وای حاجی واقعا خیلی سنگینه. هر کی تونست بلند کنه نه بابا یو میزنی میریزی استدیو با یه استدیو رو دستی به بکنه. پا میدی. خیلی سنگینه. لیز نخوره بعد پخشیم خوب سنگینه. تا 3 روز باید کثافت در رو زمین جمع کنیم حالا همه برید کنار. زندگی های من. اولین نفر چی میخواد تست کنه؟ خودت. بکنم کف بر نداره دیگه قشنگ خودش هم میگه آقا با همین لیوانه بخورید تمام خب. اصلا حاجی دست کاغذی داری؟ نمیتونم اصلا نگاه کنم. داری فرار میکنی؟ باید بخوری. من رو تو حساب وا کردم. وای نه آقا بیاد ببینید برو خدا زیاد نخوری بیمارستانی شی بسه پشمام چی؟ پشمات میریزه. فیلمشه اگه پشمات میریزه. پشمات میریزه. بخور. معجون درست کردیم. میتونیم کارخونه بزنیم. بخور. واقعا بد نیست. خیلی خوشمزه. واقعا اوکیه آره بس وایسا خیلی داداش میزنی یه چیزی میشه خیلی خوشمزه است. ولی هر چیز خوشمزه خوب نیست گلایه دکنه آقا واقعا خوشمزه است. اعتماد کن. بخور. خوبه دیدی اصلا قشمیزونه. اسی بیا جلو. پشت کن آقا. اسی پشتش کنه. حالا بسخ. خدایی خوب من نمیتونم آشی. چیز دارم جوزی. بعد برم میریزم عدولو امکان نداره. جلو به خدا خوشت میاد. نگران نباش. بخور دیگه شما هم بخور من شیر داره متاسفانه نمیتونم نه دیگه بس. بیا اینه. یه معجونه همه خوردن همه خوردن. خدا همه خوردن. بیا بخور. من ازش بیا جلوتر. هر دو میخوای بری دکتر دیگه. هلس کارت هم نداری. $200 میگیرم آقا برو 200 میزنم. آجی بگید چیه به خدا بد نیست بعد 200 همه خوردن نفر آخر توی 200 تا خود زیاد نخور بس دیگه بابا نمیده این که نخور. خوشمزه نبود؟ همشو میخورم. اینقدر خوشمزه. خب دیگه تست کردی نمیدونم. نه بعدی یا خوبه؟ بده واقعا. ببین ولی یه چیزی راست بهت میگم. اگه بریم تو حیاط کل اینو بخوری بابا کل هیکلش هده همین الان $10,000 میکنم. بابا $10,000 همین الان. ما میدیم لایک و کامنت و سابتون یادتون نره تو این شرایط